سلام علیکم، خسته نباشید. یه جمع‌بندی میخواستم راجع به این مسئله گیا و اوبیا بکنم. یه بزرگترین تفاوتی که دارن این نیست که گی بودن یه چیز ذاتیه. یه آدم گی نمیشه، گی دنیا میاد و بزرگ میشه و موقعی که اون به بلوغ میرسه جای این که خب به جنس مخالفش علاقه جنسی داشته باشه به جنس موافقش علاقه جنسی داره. این یه چیزیه که تو وجودش هست و اصولاً یه مرد گی میتونه خیلی هم مردونگی داشته باشه، خیلی هم مرحوم داشته باشه، همه چیزش خیلی مردونه و سیبیل کلفت و فلان و اینا، ولی خب به مردای دیگه علاقه داشته باشه. ولی اوب داشتن یه چیزیه که مثل یه ویروس میمونه، مثل ویروس سرماخوردگی که تو بدن همه ما هست و یه موقعی بیدار میشه و ما رو مریض میکنه، ولی اگه خوب از خودمون مراقبت کنیم این خودشو نشون نمیده. اوبی بودن هم همینطوریه. همه ما اون اوب تو وجودمون هست، ولی یه سری هی بهش پروبال میدن، هی بهش اجازه میدن که خودشو نشون بده، یه سری نه، قشنگ تو نطفه خفش میکنن. یه مثالی که واقعا میشه تفاوت گیا رو از اوبیا گفت این است که مردها اصولاً به سکس لزبیانا خیلی علاقه دارن. ببینید خب مردی که گی باشه که خب کلن به سکس همجنسا علاقه داره و هیچی، و مردای استریت هم خیلی دوست دارن سکس لزبیانا رو ببینن، ولی مردی که بگه ای وای من چه کار چندشیه، این اوبیه. یه مثال براتون بزنم که متوجه شین چرا مردا به سکس لزبیانا خیلی علاقه دارن. ببینید ورزش رو شما در نظر بگیرید. یه سری آدما مردا همه به ورزش علاقه دارن، حالا یا خودشون ورزش رو انجام میدن به صورت حرفه‌ای یا آماتور، یا ورزش رو تماشا میکنن، فرصت ندارن انجامش بدن تماشا میکنن. اصولا همه مردا به تماشای یک ورزشی که مورد علاقه شونه تمایل دارن. سکس هم همینه، همه مردا سکس رو دوست دارن و خب حالا کسی که موقعیتش رو داره انجام میده، ولی خب همیشه میشه سکس رو تماشا کرد. همینه که همه مردا همیشه پورن تماشا میکنن، همه مردا پورن رو دوست دارن. یه مطلبی که اون وقت توی مرده استریت هست این نیست که ما اصلا دوست نداریم بدن لخت یه مرد دیگر رو ببینیم، واسه همینم توی فیلم پورن که تماشا میکنیم اصلا به هنرپیشه مرده توجه نمی کنیم. اگه یکی از دوستاتون دیدید که توی ویدیوهای پورن همیشه هنرپیشه مرده رو یادشه و همیشه میگه مرده فلان جور بود، فرده رو یادش میمونه یا اسم پورن استارای مرد همه رو بلده، این یا گیه یا اوبیه. و خب سکس لزبیانان خیلی ایدئاله چون کلا مردی اون وسط نیست. حالا مثل همون ورزشه که خب از تلویزیون آدم تماشاش کنه یه مزه‌ای داره، زنده‌شو بره تو استادیوم ببینه یه مزه‌ای دیگه داره، واسه همینم ما هر موقعیتی پیش بیاد مردا همه میرن استریپ کلاب، میرن این تیتی بار، این جور جاها و دوست دارن زنده تماشا کنن. شاید بگید که این حرف چندشیه، یا مثلا شوهر من دوست پسر من نه، پسر من نه. این چرا؟ همشون دوست دارن و اصولا هیچ کسی غیر از من جرأتشو نداره که بگه من دوست دارم. و همیشه همین چه آدمی بودم، حرفیو که مردای دیگه نمیتونستن بزنن من میزدم. و باور نکنید اگه همسرتون، پسرتون، دوست پسرتون میگه نه عزیزم من اصلا پورن نمیبینم، من چرا؟ همه میبینن و همه دوست دارن ببینن، و اگه کسی میگه که من دوست ندارم و نمیبینم داره دروغ میگه.